سلام دوستای عزیزم، خوبید؟ من دوباره اومدم پیشتون با یه ویدیو دیگه. دوباره شیفتم و الان ساعت 3:10 شبه. گفتم بیام یه کوچولو دوباره باهاتون حرف بزنم، چون از وقتی که ویدیو میذارم، کلیپ میذارم توی یوتیوب، احساس بهتری دارم نسبت به زندگی و همه چیز. این کلا من شغل پرستاری رو خیلی دوست دارم. الان من شیفتم، به خدا مریضم، سرما خوردم، گلوم درد میکنه، آبریزش بینی دارم و با این حال اومدم بیمارستان و به مریضان میرسم. پرستاری شغلیه که واقعا باید رو سر مریض باشی، نمیشه نباشی. الان که من شیفتم ما نزدیک 20 مریض داریم با 2 پرستار، ولی مریضای خیلی خیلی بدحالی هن که نیاز به مراقبت زیادی دارن و همونطوری که قبلا هم گفتم توی بخش جنرال کار میکنم. ولی فدای سر همتون، دوستتون دارم. منو لایک کنید، سابسکرایب کنید بچه‌های عزیز. گفتم یکم دیگه از سختی کار پرستاری براتون بگم که ساعت 3 و الان دیگه شده 3:15 شب تقریبا. من به خدا الان یه مریض الان قشنگ صدا گریه بچه بلند شد، من الان باید برم و به اون برسم. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی.